مواسات. سب کن مواسات. گفت خدایا یه بچه به من بده، جوون بشه، بزرگ بشه، مثل امیر حسین سرشو ببرن، مثل امیر حسین سرشو زنازاده ببره، مثل امیر حسین سرشو برای زنازاده هدیه ببرن، مثل امیر حسین سرشو تا شام ببرن، تا من بشم مواسات مثل حسین، تا من بفهمم به پیغمبر چه میگذشته، تا زنم بفهمد به زینب چه میگذشته، تا من زنم بفهمد به زهرا چه میگذشته. مواسات. چرا علم میگیری؟ علم عباس افتاده، اینا ما نگرش میداری. چرا لخ میگیسی نمیزنی؟ برای اینکه به بدن زینب، سکینه، رقیه زدن، من میزنم ببینم چجور درد میاد. چرا زنجیر به خودت میزنی؟ زنجیر به گردن زین العابدین انداختن، گردن آقا را زخم کرده، از این زخم خون میریخته، زنجیر آفتاب خورده بهش داغ شده، گردن آقا را داغ و سوزونده، من میزنم به بدنم تا بفهمم به بدن امامم چه گذشته است. مواسات. چرا نمیفهمند؟ مواسات. مکتب حسین مواسات است. چرا لباس عزا؟ چرا؟ چون اهل بیت ابی عبدالله لباس عزا. چرا گل به خودت میمالی؟ برای اینکه صورت ابی عبدالله، آدمی که صورتش پر خونه وقتی بره تو خاک تو میشه. تنها شخصیتی که در عالم وجود آدم گریه کرده، نوح گریه کرده، ابراهیم گریه کرده، اسماعیل گریه کرده، موسی گریه کرده، عیسی گریه کرده، زکریا گریه کرده، موسی گریه کرده، عیسی گریه کرده، مریم گریه کرده، آسیا گریه کرده. تنها شخصیتی که فقط حورالعین براش گریه کردن حسین است. حورالعین برای پیغمبر گریه نکردن، برای علی گریه نکردن، برای حسین. حورالعین فقط برای حسین گریه کردن، فقط برای حسین گریه کردن. حدیث صحیح کامل و زیارات است. هر شب که می شود جبرائیل با حرف میگه خدایا اجازه میدی برم کربلا؟ میگه بفرمایید برید، اما تنها نرو، 70,000 ملک بردار و برو. هر شب جبرائیل با 70,000 ملک میاد کربلا. والله العظیم حدیث صحیح هست. امام صادق فرمود بیان حورالعین میگن میرید زمین؟ میگن آره. میگه یه خورده خاک از کربلا برای ما هدیه بیارید. درسته آقا، حدیث صحیحه. من این روایات که رو منبر میخونم از آب گذشته است، این رگ گردن‌ها بابتش میدم. اسماعیل دامدار گلش اومده تو کربلا، علف قد آدم، آب فرات نمیخورن، همینجوری ایستادن. حیوان گرسنه، علف بخور، آب بخور، ایستاده با اشک میریزه. سه روز علف، حیوان گوسفند صبح تا شب داره علف میخوره، رد هم میخوره. شب میگی بیا برو تو آقل ور میزنه، من علف میخوام. 3 روز ایستاده علف قد آدم نمیخوره، آب داره اینو نمیخوره، تو هوا گرم کربلا. یعنی چه؟ چوپون آمدن گفتن اسماعیل نمیفهمیم یعنی چه علف قد آدم. گفت خدا یعنی چی؟ گفت یه قوچون جاست، من آسپات حرف بزنه، برو بپرس. اومد گفت کدومید؟ قوچ اومد جلو، به امر خدا زبون وا کرد، خدا زبون بهش داد. گفت بگو باش. گفت چرا علف نمیخورید؟ میگه گرسنه‌تونید؟ گفت گرسنه‌مونه، 3 روزه چی نخورده. چرا آب نمیخورید؟ گفت چشنمونه اما نمیخوریم. گفت چرا؟ گفت مواسات. اینجا کربلاست، تو صحرا کربلا ما بیام آب بخوریم؟ نه. تو صحرا کربلا بیام علف بخوریم؟ نه، نمیخوریم. حیوان مواسات بلدن، حیوان مواسات بلدن.